که روز از روزها البته به البته این واقعه بالای ما و شما می آید. زیرا خداوند در سوره نساء چی میگوید؟ این وعد الله حق، وعده خدای شما حق است. هر چیزی را که خدا وعده داده باشد او حقیقت دارد. و من اصدق من الله قیلا، خدا میگوید از خدا دیگر راستگوترین سخن کی دارد؟ هیچ کس ندارد. خدای ما و شما راستگوترین ذات ها و حساب می رود. رسول اکرم میفرماید ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. هر وقتایی که بندگان من، امتان من، شما دست خود را پهن میکنید و از خدای خود خواهش میکنید، آرزو طلب میکنید، چی مرادهای خود به دل میگذرانید، هر آینه شما یقین شمارید که دعای شما در نزد خدا قبول شده ایستاده است. اگر شما این چنین حسیات و این چنین گمان و تصورات به خود نداشته باشین، خداوند دعای غافل را قبول نمیگرداند. هر وقتایی که ما و شما خواه تنها باشیم، خواه در بین جمعیت باشیم، چنان تصور کنیم که هر چیزی که میگوییم خدای ما میشنود و او را قبول میگرداند. زیرا الدعا پیغمبر میگه مخ العباده، دعا این خود مغز عبادت است. به حرمت این سخنهای پیغمبری خدا، این روزی هست که ساعت قبول دعا دارد. یک جایه پروردگارا دستی به دعا برداشتیم. اللهم لك الملك كله و لك الحمد كله و الیک یرجع الامر كله. خدایا ما میدانیم ملکوت از آن توست، دنیا از توست، پادشاهی همه از توست. خدایا حمد و ستایش و تعریف فقط زیبنده تو هستی. و خدای مهربان، حکمها امرها هم در دنیا و هم در قیامت همه به سوی تو بازگشت دارد. خدای مهربان، به حرمت این صفتهای بزرگت دستی به دعا برداشتیم. نسألک من الخیر کلی و نعوذ بک من الشر کلی. خدایا تمام آن عملهایی که خیر است، تمام آن عملهایی که در او رضاگی تو هست، خدایا ما را به سوی اون عمل روانه بگردان. و خدایا تمام آن عملهایی که بد است و غضب تو در او پیدا میگردد، خدایا ما را از آن عملها باز بدار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. خدای مهربان، تو دگرگون کننده دلها هستی. خدایا دلهای ما را به طاعت خود دگرگون بگردان. الهی آن دمی که میبراری از بدن جان را، نگهداری ز خوف خاتمه این نور ایمان را. خدای مهربان، تو گفته بودی کل نفس ذائقة الموت، روز از روزها هر کدام شما هلاک شونده هستین. خدایا روزی که جان ما از بدن ما جدا میگردد، خدایا با نور ایمان سفر کردن و بر هر یک جمعیت ما موفق بگردانی. خدای مهربان، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های ما در خدایا شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردانی. فرزند طلب ها باشد، خدایا فرزندهای سالم و صالح نصیبشان بگردانی. خدایا محبت خودت را، پیغمبرت را، اسلامت را، قرآنت را در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. این سحر در نماز بامداد در قرائت ما آیت‌های از سوره جمعه بود که خداوند در این آیت‌های جمعه ما و شما را سفارش می‌دهد
ای کسانی که دعوا میکنید که ما مؤمن هستیم و مسلمان هستیم، هر وقتایی که روز جمعه فرا رسید، هر وقتایی که اذان گفته شد، مقصد اذان دوم است، وقتایی که اذان دوم گفته شد و ذروا البیع، بندگان من درهای دکان خدا بسته کنید، کارهای دنیوی خدا بسته کنید، فاسعوا الی ذکر الله، همه شما به سوی ذکر خدا، همه شما برای ادا کردن نماز جمعه رهسپار بگردید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما اهل علم باشید، اهل خیرات باشید، اهل دانش باشید، با فهم باشید، این برای شما بهتر است از آنی که شما در سودای خود بند هستید. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، در دام این آیت خدا میگوید بندگان من وقتی که نماز جمعه را که ادا کردین، شما در حال باز در زمین پریشان شوید، دکانهای خود دروازه هاش کشاده کنید، باز معامله های دنیوی خودتون را چکار کنید، در عملهای دنیوی خودتان باز گیر شوید. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم، خداوند میگوید بعد آنی که دکانهای خود کشاده کردین، شما ذکر خدا را زیاد بگویید و در نزد خدا شما نجات میابید. من دخل سوقا من الاسواق، پیغمبر خدا میگوید کدام جوان یا کدام پیرانسال یا کدام خریدار و فروشنده ای که در بازار داخل می شود و میگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، كتب الله له الف حسنه و محى عنه الف سیئه. پیغمبر خدا گفتند کسی همین کلمه را که از ذکرهای خداست اگر انجام دهد، خداوند هزار ثواب را در نامه اعمالش کتابت میکند و هزار خطاهای او را همشه محو میگرداند، نابود میگرداند. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه هست میگوید پیغمبر خدا که بی نهایت به زبان گفتنش آسان است، لکن در ترازوی روز قیامت بی نهایت وزبین است و بی نهایت خداوند این دو کلمه را دوست می‌دارد. اینها چیا هستند؟ اینها سبحان الله العظیم، سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم. کسی میگوید سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم، خداوند ثواب او را در روز قیامت در ترازوی اعمالش